داداش تمام کن دیگه. ببین اول بمونی یه لحظه آقا بیرنگ حواست باشه. من اینجا اومدم یه عالم بار دادم دست مشتری، دنیا مشتری گرفتم. داریم یه وسیله رو بار در بیار، دست خالی نه یا هم بزن. آره با خودت بیار. اسی پولش بابا به اون نسیه ندی یا نده اون بدیسا باره نده با بده باره. نه همه چی خوبه بابا خدا رو شکر. جامونم خیلی عالیه، دست در نکنه. همه چی اوکی ها، همه چی اوکی. دست در نکنه. آره اونم هوامو داره. آره نه بابا هیچی نمیتونه. من قربونت بشم این روبیا پلوات دلم واسه یه سر شده. وای بابا صد وای سالم زود باش. نه قربونت بشم حواست زود باش. برای ننم یه بوس بفرستم. الو سلام عشقم خوبی؟ میگم از پشت تلفن میشه یکم ها کنی؟ من اینجا سردمه. وای آقا حامد پتو بیارم براتون؟ آره پتو که بیاره عالی میشه. یعنی واقعا اینجا تا کمر تو برفم یخ میزنم الان. یه چی هرگی داری شلر میای وسط سگ گرمای تابستون ما درز ما همه عرقه به خاطر یه دونه دوز دخترت اوا رو با هم نریز گیری. زرت پرت نکن بابا بیا برو عقب وایسه با عشقم دارم صحبت کنم. خفه شو. چی گفتی؟ بابام راست میگه که تو لیاقت منو نداری. من بابات نگفت بیام خدمت. خدمت رفتی، کار چی؟ خونه چی؟ قسطا چی؟ کار که حل میشه، ولی اگه بخواد یه جوون از راه حلال پول در بیاره به این آسونیا نمیتونه خونه بگیره. بیایم به جای شعارهای مجازی یکم واقع بین باشیم. یه پسر گناه نکرده که پسر شده. داشمهدی چی کار کردی؟ بابا تو عاشق دختر شدی ما رو چشون میآوردی اینجا، ما هم نقشه فرار چیدیم چه فرار کنیم. آقا معلم تو چرا؟ بابا خدا لعنتشون کنه اینا به ما گفتن ما یه نقشه داریم مولا درزش نمیره. خاک تو سرتون با این نقشه‌تون. خب بابا من چیکار کنم؟ گفتیم با قاشق بکنیم افتادیم پایین. آخه بیشورا نفهما شما طبقه 3 بودین کندین افتادین طبقه 2. بابا من نقشه فرارمون رو از کمر حمید برداشتم. بابا مگه فرار از زندانه؟ من تو کمرم گل رز زدم. پس نقشه رو کجا گذاشته بودی؟ رو برگه. من همیشه تو محاسباتم 2 سانت کم میآوردم. این سری 2 طبقه کم آوردی نه؟ شما به خاطر من ببخش سرکار. تو یکی دهنتو ببند که صبح باید دور تا دور پادگان و سینه‌خیز بری. من میدونم و تو قربونش برم شوشوی خودم اینا رو دارم به شوشوی خودم درست کنم. برای سلامتی شوشوی من یه صلوات به خودتون بفرستید خانوما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای سلامتی بازم شوشوی خودم دوباره یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شوشو کیه؟ چی؟ شوشوی من همه به خودشون میشناسن. استوار دوم مهدی تبریزی. نمیشناسم چه شکلیه؟ یه شوشوی قد بلند، جذاب، توتولی، با موهای روشن، چشمای قشنگ، جذاب، رئیس پادگانه به خودش. میشینم میپاشم. میذاریم برم داخل به شوشو کوکو سبزی درست کنم. عاشق کوکو سبزیه. ورود خانما ممنوعه. چی میخوای خانوم؟ بذار من برم تو به شوشوم غذا درست کنم. نمیشه. چرا نمیشه؟ غذا که نمیشه، ولی بیا برو داخل شوهرتو ببین و بیا. آخ دست درد نکنه ممنونم. خانم بلند صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بروست. دخترم اینجا قفسه بندی وکیلیه درسته؟ بله. اینجا همون جاییه که بزرگترین تولید کننده قفسه های صنعتیه. بله و اقساط 2 ماهه داره. راست میگن که قفسه‌های صنعتی دست دومتون رو 1/8 قیمت بازار عرضه می‌کنین؟ بله 100%. شماره تماسشون رو بذار بگیریم. بزنی 0912 1700 1800. حفظ شده. بریم قفسه های توالتمون رو به خودمون درست کنیم. ما که نمیتونیم پول نداریم سوله بدیم. قفسه‌های انباریمون. خب بچه‌ها کی میدونه این چیه؟ ناموس ماست. آفرین. اسمش چیه؟ اسم ناموسمون رو جلو بقیه نمیگیم که. بگیم ببینم
کی میدونه لگد تفنگ یعنی چی؟ میکال ساندروف هست سازنده کلاشینکوف بود. بابا میخائیل دیگه کی اون کلاشینکوف بود؟ نه بابا اشتباه دارید میگید. میخائیل کلاشینکوف. بابا هرچی به اون لگد بزنی اونم لگد میزنه. خودت هم بعدا میفهمن چی گفتم. تو میتونی یه تانک نام ببری؟ آقا شوهرمه دزگراغم. کی اینو بهت گفته؟ بابام گفته هر موقع شوهرمه دزگراغم میاد خونمون میگه چه ای بابا این تانک اومد. کی میدونه برای خنثی کردن مین به چه ابزاری احتیاج هست؟ آقا خنثی کردن مین که ابزار نمیخواد، جیگر میخواد. کی میدونه میدون جنگ کجاست؟ خونه ما. وقتی ننم هم عممو دعوت کرده هم خالمو. تیر داری؟ تیر برای چی میخواد؟ جنگ شده. دارم. ولی یه سوال ازت میکنم، اگه تونستید بگی به تیر میدم. بفهم. 3 بار باید بگی تیر تو تیرکمون، تیرکمون تو تیر. 3 بار بگو ببینم. ای بابا تیر تو تیرکمون، تیر تو تیرکمون، تیرکمون تو تیر. شربتی به من بگو ببینم انگیزت برای خدمت اومدن چیه؟ آقا والا انگیزه رو نمیدونم، ولی بابام گفته برو اونجا قشنگ کار رو یاد بگیر بیا خودمون یه پادگان میزنیم. کی میدونه جنگ داخلی یعنی چی؟ آقا جان اگر جنسش نابی باشه بین اعضای بدن جنگ میشه، به این میگن جنگ داخلی. کی میدونه تو چه موقعیتی باید کاملا بی صدا و بی حرکت باشیم؟ آقا وقتی باباش بی هوا میاد تو از کجا باید بفهمیم که مسیر رو گم کردیم؟ وقتی چشاتو باز کنی دور تا دور تا غریبه گرفته باشه یعنی مسیر تو اشتباه رفتی. داداش اینو الان باید 2 بار گوش بدیم؟ نه 3 بار بنویس سردر پادگان. خب بچه‌ها بگیم ببینم چه زمانی اجازه داریم که پست رو ترک کنیم؟ آقا هر موقع دستشویی داشته باشیم بریم. میدم 2 ماه اضافه خدمت برات بزنن که بدونی هیچ وقت نباید پست رو ترک کنی. آقا اگه ضروری باشه هم نمیشه پست رو ترک کنی؟ طاهری جان تو اصلا قرار نیست پست بدی که. ولی خب ساکت، خوب توجه کنی. این نارنجکه. اگر این ضامنش رو بکشیم فقط 5 ثانیه فرصت داریم که رهاش کنیم. میخوام بدونم کی میتونه بیاد امتحان کنه. آفرین بفرما. یادت نره 5 ثانیه. جناب واقعا فکر کردین اینجا اخراجات میزنم یکی بیاد بپره نارنجک؟ من اینجا به خودم پیپی کردم. وله 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 دیگه زنگ آخره کلاس همش قله قله همه فست دنبال جمع کوله معلمو ببین چه پای است و چقدر کوله بیا تو مخ نمیره آقا جان دیگه کلاس آخر آقا جان نمره 20 کلاس رو نمیخوام آخه دیگه هوش حواس نمونده برام آقا جان غذای هر روز ما شو برنج و عدسه غذای هر روز ما شو برنج و عدسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه بخورم یا نخورم گوش نمیمونم قدر آشنانمو حالا میدونم قدر آشنانمو حالا میدونم ننم جانی بله کن اگه خواب میتونه یه جمع مثل ما خفن اوکی کن اکیب خودش زنگ آخری نفهمیدی اینو چند باری پشتم ای تو گوش کن حله کن او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن حالا حله کن او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن زنگ آخر